الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به ما سوال آمده است که آیا سری سال کردن جایز است یا نیست؟ البته برادران و خواهران عزیزم بارک الله فیکم، هر آن عملی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم انجام ندادند، انجام دادن این عمل گمراهی است، بدعت است و عاقبتش نار و جهنم است. و این چنین عزاداری مسلمان و خرسندی مسلمان و عبادت مسلمان و تمام عملهای مسلمان موافق سنت باید باشد. پس عزاداری ما سری سال کردن، چیله کردن، 20 روز کردن و جمعه و شنبه کردن، این همه بدعت است و این همه عملهای حرام است و جایز نیست. انسان نباید عملها را انجام بدهد. سری سال کردن وجود ندارد. چقدر صحابگان وفات کردند و در زمان زنده بودن رسول اکرم صلی الله علیه و آله دخترهایشون وفات کردند، پسرشون وفات کردند، زنشون وفات کردند. سری ساله وجود نداشت. پس این بدعت است. باید از این خرافات ها، از این بدعت ها و افسانه ها دست کشیم. بارک الله فیکم. و توبه به سوی الله سبحانه و تعالی بکنیم. توبه به سوی الله سبحانه و تعالی بکنیم و سخن حق را بگیریم و از این خرافات ها دست کشیم. بارک الله فیکم. این بدعت است و این گناه است و این خرافات است و هیچ اصلی ندارد و این پیدا کرده یک انسان های اهل بدعت و ضلالت و صوفی ها و معبودان یا که پرستندگان شکم است. شکم پرستان این چیز رو پیدا کردن. بارک الله فیکم. پس اگر برادر سوال کردند اگر این عمل رو انجام ندهم مادرم شاید خفه شوند. مادر خفه می شوند یا که کسی دیگر خفه می شوند. اگر به خفگی هر یک انسان نگاه کنیم ما شریعت رو تغییر میدیم. برای همین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به ما منهج بهترین رو گذاشتن. برادر عزیزم بارک الله فیکم. رسول الله گفتن لا طاعت لمخلوق فی المعصیة الخالق انما الطاعة لله. هیچ طاعت وجود ندارد به یگان بنده در حالتی که معصیت به الله می شود. یعنی وقتی که پدر و مادر ما رو به سوی گناه دعوت میکنند، در حالت ما رو امر میکنند به یگان چیزی، در حالتی که این مخالف امر الله است، مخالف شریعت است، مخالف سنت رسول الله است، در این حالت ما به کسی اطاعت نمیکنیم، کسی نباشد. و البته با یک حکمت میفهمونیم. به پدر و مادر در این مسائل جنگ کردن و دشنام دادن اعوذ بالله این یک گمراهی است و این هم جایز نیست و این هم گناه است. اما به یک نیکی، به یک موعظه حسنه، به یک حکمت، به یک آداب باید به مادر فهمونید که خوب عمل خوب دیگر است و خوبترین عمل این عمل پیامبر صلی الله علیه و سلم بود که ما باید پیرو باشیم و نجات در همین است. اما طاعت و اطاعت این فقط به الله است، فقط به حکم الله است. بارک الله فیکم.